سلام و عرض ادب به همه دوستان عزیزی که این ویدیو رو میبینن، کسایی که به آموزش خودشون اهمیت میدن و به دنبال استحکام پیوند زناشوییشون هستن. با قسمت سوم بازی‌های جنسی در خدمتتون هستیم. میریم برای ادامه آموزش. بازی شماره 21 انداختن توپ در لیوان. تعدادی لیوان پلاستیکی و توپ پینگ پونگ تهیه کنید. لیوان ها رو در دو طرف میز بذارین، در مقابل هم قرار بگیرید و سعی کنید توپ هاتون رو داخل لیوان ها بندازید. هر کس که موفق بشه توپی رو گل کنه، طرف مقابل باید یه تیکه از لباس هاشو در بیاره و در نهایت برنده میتونه یک درخواست داشته باشه، مثلا 5 دقیقه رابطه اورال یا پوزیشن خاصی که همیشه دوست داشتین انجام بدین. شماره 22 حمله چریکی. یه تیپ زیبای چریکی بزنید و حسابی همسرتون رو غافلگیر کنید. آرایش لباس، موهاتون همه شبیه یه چریک واقعی باشه. واسه شب توی اتاق هم یه لباس زیر چریکی انتخاب کنید و در یک عملیات برنامه ریزی شده حمله رو آغاز کنید. بهش دستبند بزنید یا دستاش رو به تخت ببندید و شروع کنید به شهوتی کردنش. مثلا همه جای بدنش رو بوسه های ریز بزنید، براش اورال انجام بدید یا ماساژش بدید و یک شب رویایی بسازید. اگر فرزند هم دارید، حتی الامکان بچه ها رو به خونه یکی از اقوام مطمئن بسپارید. شماره 23 بلیت عشق طراحی کنید. اگر از قبل لاشه بلیت مخصوصا هواپیما رو دارین و سالم مونده، ازش استفاده کنید. اگه هم ندارین، خودتون جلدش رو با استفاده از مقوا میتونید طراحی کنید. کاغذ رو به اندازه برگه های بلیت برش بدین و با چسب داخل دفترچه بچسبونید. از اینترنت هم میتونید یک نمونه صفحه بلیت پیدا کنید و به جای مبدأ و مقصد و ساعت پرواز چیزی که میخواین رو بنویسین. اگه دسترسی به پرینتر دارید که پرینت شده، اگه ندارید به صورت دستی با یک کم چاشنی شوخی بنویسید. مثلا بنویسید مبدأ پذیرایی، مقصد اتاق خواب، قیمت 10 تا بوسه، مدت پرواز 2 ساعت، نام مسافر، اسمی که تو خونه صداش میزنید و بذارید داخل پاکت و روی پاکت اسمتون رو به علاوه یک ایرلاین بنویسید. مثلا اگه اسمتون مریمه، بنویسید مریم ایرلاین و چند تا قلب روش بکشین. شماره 24 اوریان شو. یه شب که دوست دارین همسرتون رو سورپرایز کنید، موقع خواب زودتر از اون برین توی تخت و همه لباساتون رو در بیارید و پتو رو کامل روتون بکشین و خودتون رو مشغول گوشی کنین تا همسرتون بیاد و بخوابه. تا وقتی اومد زیر پتو خودش ادامه میده. شماره 25 جایزه بزرگ قرعه کشی. روی چند تا کاغذ کوچیک اسم همسرتون رو با پسوندهای مختلفی مثل نفسم، عمرم، عزیزم بنویسید و تا کنید، مثل کاغذهای قرعه کشی، و روی یک کاغذ بزرگتر بنویسید حواله جایزه بزرگ قرعه کشی امشب. در ادامه توی اون حواله بزرگ بنویسید که شما برنده جایزه بزرگ ما شدین و بانوی خونه با یه لباس سکسی در اختیار شماست و بعد همونطور که همسرتون رابطه رو دوست داره براشون بنویسید. در آخر هم بنویسید که شب خوبی رو برای بانو و شما آرزومندم و از جایزتون لذت ببرید. آقای همسر که اومدن بگین که امشب قرعه کشی داریم، اگه 3 بار پشت سر هم اسمت در بیاد برنده میشی و جایزه رو میبری. اون وقت هر 3 بار اسم آقای همسر با پسوندهای مختلف در میاد و کلی هیجان زده میشه. بعدش هم حوله رو بذارین روی تخت، کنارش یه ست لباس سکسی بذارین و صداشون کنید و بگید حوالتون آماده است.
بعد همسرتون حواله رو کامل میخونه و شروع میکنه به اجرای کردن دستورات جایزه و خیلی از این کار شگفت زده میشه و اصلا توقع این همه خلاقیت رو ازتون نداره. شماره 26 پیشبند آشپزخونه. تاریخچه شکل‌گیری پیشبند آشپزخونه حتما به این صورت بوده که یه خانم خلاق برای یه روش جدید دلبری از همسرش این پیشبند رو اختراع کرده، وگرنه ظرف‌ها بدون پیشبند هم شسته میشه. حالا با این تعریف تو تاریخ میریم سراغ ایده اصلی. خانمای گل یه پیشبند آشپزخونه خوشگل میخرین و آرایش میکنی. بعدش یه ست لباس زیر رنگ متضاد پیشبند میپوشین. باید رنگ شاد باشه و یه کفش پاشنه بلند و یه پاپیون خوشگل هم رو موهاتون میبندین. 2 دقیقه مونده به اومدن همسرتون میرین وای میسین و ظرف میشورین. وقتی اومد میرین در رو براش باز میکنین، حالا احوال میکنین و دوباره میرین سراغ ظرف شستن. اگه خنگول بازی در آورد و ندید، با دستتون عرق پیشونیتون رو پاک کنید و صداش بزنید و با ناز بگید من کوزش شدم از صبح، فقط هی ظرف میشورم، کار میکنم. همه جملات رو با ناز و کشدار بگین. زمانی این کار باید انجام بشه که بچه ها نیستن. هر روز هم این کار رو انجام ندین، پیشبند نبندین، ضایع است. شماره 27 قلک زناشویی. یه قلک تهیه کنید و با همسرتون قرار بذارید یه مبلغ کوچیک، مثلا 5000 تومان، بعد از هر رابطه بندازین توی قلک. بعد از چند ماه که گذشت قلک رو باز کنید و با پولش برین بیرون و یه شام بخورین و مطمئن باشین که خیلی میچسبه بهتون و کیف میکنید و میخندین از این که این پول بابت چیه. شماره 28 بازی با یخ. یه قالب کوچیک یخ رو از دهن خودتون و همسرتون رد کنید. اولین کسی که قالب یخ رو بندازه باید یه حرکت سکسی به انتخاب برنده انجام بده، مثلا 5 دقیقه رابطه اورال یا 3 دقیقه ماساژ همسر یا یه پوزیشن خاص جلوی آینه، هر چی که دوست داری. شماره 29 آینه نویسی. روی آینه با یه رژ خوشگل یا چسبوندن کاغذ اینا رو بنویس. همسر عزیزم، بعد از یه روز پرکار و پرجلسه کدوم رو دوست داری؟ شماره 1 اتاق ماساژ، 2 یک رابطه دلانگیز، 3 یه چیز خوشمزه و هیجان انگیز، 4 یه بوس آبدار، 5 10 دقیقه اورال یا هر چیز دیگه‌ای که به نظرتون جالب میاد. روی آینه هم یه رژ لب یا خودکار یا مداد بچسبونید تا جوابتون رو بنویسه. شماره 30 جمع اعداد. یکی از بازی‌های جذاب رابطه اینه که از 1 تا 10 رو روی کاغذ می‌نویسیم و واسه هر عدد یک چیزی تعیین می‌کنیم. مثلا عدد شماره 1 لب، عدد شماره 2 خوابیدن روی هم، عدد شماره 3 ماساژ نقطه خاصی از بدن. همینجوری تا 10 با دستامون عدد میاریم. عددهایی که با انگشتامون نشون دادیم و جمع میکنیم و نگاه میکنیم که توی کاغذ روبروی اون عدد چه عملی رو نوشتیم و اونو انجام میدیم. دیگه خودتون میدونید که آخرش به چی ختم میشه و اکثر وقتا هم این بازی رو با لباس انجام بدید که دیگه آخرش بیتاب بشین.